فتیا یونان. تردید نکن. شمشیر بازی تماشایی. ترسیدی؟ وحشت کردی نه؟ گفته بودی دستی را که با آن شمشیر میزنم عوض نکنم؟ آره، هر وقت بدانی چگونه از شمشیر استفاده کنی نیازی به نصیحت‌های من نخواهی داشت. آوازه مهمان نوازی تو به سرعت در حال تبدیل شدن به یک افسانه است. پاتریکلوس، عموزاده‌ام. آلیس، پادشاه ایتاکا. پاتریکلوس، پدر و مادرت را خوب می شناختم. برایشان دلتنگ می شدم. ولی حالا کسی را داری که از تو مراقبت کند. درس گرفتن از شخص آشیل. پادشاهان برای این حاضر به هر کاری هستند. تو با امر آگاممنون به اینجا آمدی نه؟ باید صحبت کنیم. من برای او نمی جنگم. از تو نمیخواهم برای او بجنگی. از تو میخواهم برای یونانی ها بجنگی. یونانی ها جنگیدن با یکدیگر خسته شدن؟ در این لحظه بله. برای یونانی ها بجنگ. مردم تروا به مناظری نرسیدند. آنها به یونان اهانت کردند. فقط به یک یونانی که قدرت نگهداری از همسر آینده‌اش را نداشت. این به من ربطی دارد؟ کار تو جنگیدن است دوست من. چنین است؟ آیا من مزدوری برای میدانهای نبردم؟ آگاممنون شرافت ندارد. من نمیخواهم مسئول فرمانروایم باشم. بگذار آشیل برای شرف بجنگد و آگاممنون برای قدرت و اجازه بده الهه ها تصمیم بگیرند کدام یک بهتر است. آگاممنون را فراموش کن. برای من بجنگ. اگر همسرم بداند که در کنار منی کمتر نگران خواهد شد. من نیز احساس بهتری خواهم داشت. آژاکس نیز در تروا خواهد جنگید. میگویند او میتواند درخت بلوطی را با یک ضربه تبر بیاندازد. درختها توان پاسخگویی ندارند. بزرگترین ناوگان دریایی تمام دوران را خواهیم فرستاد. 1000 کشتی. 1000 کشتی؟ همان گونه که میگویند هکتور جنگجوی خوبی هست؟ بهترین جنگجوی تروآست. برخی میگویند بهترین جنگجوی تمام یونان است. حتی اگر عموزاده تو با ما نیاید، امیدوارم تو به ما بپیوندی پاتریکولوس. ما به مردان قدرتمندی چون تو نیاز داریم. این ترفندها را برای من به کار ببر، نه برای عموزاده‌ام. تو شمشیرت را داری و من ترفندهایم را. ما با اسبابی که در اختیار داریم بازی میکنیم. 3 روز دیگر به سوی تروا حرکت میکنیم. این جنگ هرگز فراموش نخواهد شد. همینطور جنگجویانی که در آن شرکت کردند. میگویند پادشاه ایتاکا با زبانش مار را از سوراخ بیرون میکشد. میدانستم در پیت خواهند آمد. این را بسیار پیش از این میدانستم. پیش از آن که به دنیا بیایی. از تو میخواهند در تروا بجنگی. میخواهم برایت گردن آویزی از صدف بسازم.
همانند آنی که در کودکی برایت ساخته بودم. به یاد داری؟ مادر، امشب تصمیم خواهم گرفت. اگر در دار حساب بمانی آرامش خواهی یافت. در کنار همسری بی‌نظیر صاحب فرزندانی خواهی شد. آنها نیز برایت فرزندانی می‌آورند. دوستت خواهند داشت و زمانی که از میانشان رفتی تو را به یاد خواهند آورد. اما زمانی که فرزندانت بمیرند و فرزندان فرزندانت، نامت از خاطرها می رود. اما اگر به تروا بروی آوازه و افتخار خواهی داشت. درباره پیروزیت تا هزاران سال دیگر داستانها خواهند نوشت و همواره نامت را به یاد خواهند آورد. اما بدان اگر به تروا بروی هرگز باز نخواهی گشت، چون افتخار برای تو با مرگت به دست خواهد آمد و من تو را هرگز نخواهم دید. یقین داری چون این خواهد شد؟ آری میدانم.